درود بیکران خدمت شما دوستان عزیز. بنده اسماعیل شکفته هستم. امروز تو این ویدیو میخوایم آموزش ساخت و اجرای یک المان استیل با فرم و طرح انتزاعی رو به شما نشون بدیم. قبل از اینکه این ویدیو رو ببینین حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین و با لایک و شیر ویدیو از ما حمایت کنین. خب خدمت شما عرض کنم که ما حالا چون این فرم انتزاعی است، فرمای انتزاعی رو معمولا هنرمند خلق میکنه، یه کاری رو اجرا میکنه و حالا ابعاد یا هندسه خیلی مشخص و منظمی نداره. اما این کار رو چون مشتری عزیز ما یه کار اروپایی دیده بود و دقیقا همون رو میخواست، ما مجبور شدیم که مدل سازیش کنیم. خدمت شما عرض کنم که الان تو نرم افزار راینو دارین مدل کار رو میبینین. یک المانه که حالا اسم شما گذاشتیم المان پیچک. خدمت شما عرض کنم من این المان رو به چند قسمت تقسیم کردم. الان تو این طرح که نگاه کنین هر قسمت با یه رنگ مشخص شده، مشکی، آبی و 3 قسمت هم با رنگ صورتی که اگر ببینین من مثلا این قسمت ها رو که جدا میکنم، ما 5 قسمت 4 تکه‌ای داریم. یک قسمتش ساخته شده که این میشه. تو این سبک المان ها چون کار پلیگونال نیست، هندسی نیست، یعنی کار از چندین محور چرخیده، ما هیچ زاویه مشخصی نداریم برای مونتاژ ورق‌های استیل به هم و باید فرم رو تا حد امکان ذهنی جلو ببریم بدون خطا. حالا بحث دیگه ای که از چون این 5 قسمت بعد از پیوسته شدن، این قسمت اول 4 تیکه، قسمت دوم 4 تیکه و یک سری قطعه دیگه هم داریم مال قسمت‌های دیگه شه، باید حتما توی این المان قسمت اتصال قطعه اول به قطعه دوم مثل هم در بیاد که بعد که ما میخوایم اینها رو کنار هم دیگه فیکس کنیم و جوشکاریمون رو انجام بدیم این فرم به هم نریزه. اما تو این فرم حالا اگر یک مقدار زاویه تغییر کنه در وسطای کار، به شرط اینکه اون تغییر باعث نشه که انتهای کار به هم بخوره، کار رو میشه انجام داد. بازم عرض کردم تو المان‌های انتزاعی سازنده یا هنرمند راحت تر هست که یک چیز ذهنی رو خلق کنه بدون نقشه. اما این فرم انتزاعی با اینکه نقشه شده کار رو برای ما سخت‌تر کرده. اگر نقشه‌ای نداشت یا دقیقاً اون المان رو نمیخواستن ما به همون فرم میخواستیم بسازیم خیلی راحت تر بودیم. ببینین تو این کار من اومدم یک شابلون‌های و یا کفی نقاط اتصال رو در سر و ته هر قطعه تعبیه کردم تو نرم افزار که شماره گذاری شده. حالا قطعه اول ما ساختیم، قطعه دوم دقیقاً میخواد بیاد کنار این قطعه بشینه. به جای اینکه این المان رو من پیوسته بسازم میام تیکه تیکه میسازم و حالا این زاویه رو من با زاویه سنج میگیرم که اولین زاویه بین 2 تا سگمنت هم یا 2 تا سطح هم چقدره که اینجا 102 درجه رو به ما داره نشون میده. پس اولین اتصال من بین این 2 تا سگمنت 102 درجه باید باشه. حالا دوستانی که دستگاه آرگون دارن خدمتتون عرض کنم، دستگاه تیگ دارن میتونن از دستگاه با سیستم اسپات ولدینگ استفاده کنن که جوش‌های ظریفی میده. تو این ویدیو هم حالا من دارم با جوش لیزر کار میکنم. ابزار به هیچ عنوان یک مزیت برای شما محسوب نمیشه.
تو کار فنی درسته که حالا کار رو تمیزتر، سریعتر و بهتر میکنه، اما اینجوری نیست که یک کاری حتما باید به یک ابزار پیشرفته نیاز داشته باشه تا اجرا بشه. اولین اتصال رو من انجام دادم و الان باید زاویه‌اش رو معمولا این فرم کارها دوستان عزیز یه کارهای خدمتتون عرض کنم که 2 نفره است. یعنی شما بهتره که یک بردستی داشته باشین که حالا قطر نگه داره یا بعضی از جاها بتونه بازوی کمکی شما باشه به عنوان یک کسی که دارین اجرا میکنین کار رو. خب ببینین این زاویه رو تقریبا من تنظیمش کردم. و شروع میکنم به فرایند نقطه زنی. دوستانی که دستگاه اثبات داشته باشن دقیقا همین نقطه ها رو حالا شاید با یکم ظرافت کمتر بزنه ولی واقعا کار رو راه میندازه. من خودم قدیم داشتم اثبات ولدینگو که دستگاه ارزانتری هست و مخصوصا این سیستم اثبات برای ورقکاری تو دستگاه آرگون اضافه شده که یک پالسی از جریان رو در مدت زمان کوتاهی در جوشکاری به 2 تا قطعه بده. خب ببینین اینجا الان این سطح اولیه ما تقریبا اوکیه. حالا این ساخته که میشه کامل پرداخت بشه میاد رو این کار چفت میشه. خدمت شما عرض کنم باز دوباره با فیلر جوش میخوره و این 2 سطح رو ما کامل به هم دیگه پیوسته میکنیم انگار یک تیکه بوده. شما به عنوان کسی که دوست داریم به فلزکاری علاقه‌مند باشین و یک سری کارهای فلزی رو انجام بدیم باید سعی کنین از دستا و پنجه‌هاتون خیلی خوب استفاده کنید. خدمت شما عرض کنم که اصطلاحاً ما میگیم دست باید تبدیل بشه به گیره. اگه دقت کنیم من الان با این 2 تا انگشتم این ورق رو نگه داشتم، با این انگشتم فشار میارم، با این انگشت شستم از یک طرف دیگه فشار میارم. یعنی با 5 تا انگشت با حداقل 3 تا کار مختلف رو به صورت حالا اهرم دارم با دست انجام میدم. توانایی استفاده از دستاتون چه در فرمدهی چه در نگه داشتن کار یکی از عواملیه که به نظر من تعیین میکنه میزان مهارت شما رو. ببینیم برای همینه که من میگم تمیزی و خروجی کار شما ربطی نداره به ابزارتون. اصلی ترین ابزار شما ذهنتون و دستتونه، مهارتتون. حتما کار کنین. خدمت شما عرض کنم که تو این کارا هم دستکش پوشیدن یک کار عبث و بیهوده ایه. حالا ورق کاری چون ظرافت کاری هست یکی مثل خود من به هیچ عنوان نمیتونیم با دستکش کار کنیم. دستکش محدودمون میکنه و خیلی از جزئیات رو من با انگشتان تشخیص میدم. مثلا مثل پله نبودن 2 سطح اتصال. خب اگر دستکش باشه شما عملا لامسه دستتون رو از دست دادین. دستکش بهتره برای کارهای سخت کاری، حالا جوشکاری های سنگین یا برشکاری دارین یا شیء داغی رو میخواین
دست بزنین دستکش بپوشین. من تو ویدیو پرداخت کاری هم گفتم اونجا هم من دستکش دست نمی کنم که با دستام تشخیص بدم نقاط اتصال به چه فرم در اومده. ببینین ابتدا ما داریم با خالجوش زدن این دو تا صفحه رو به صورت اولیه به هم دیگه مونتاژ میکنیم. عرض کردم چون فرم انتزاعی هست من فقط سر و ته قطعات رو با الگوهایی که داره مطابقت میدم تا زمان فیکس کردن 5 تا قطعه به مشکل نخورم. کارهای پلیگونال که هندسی است، حالا کارهای پلیگونال هم تو کانال آموزشا شما میذاریم و میبینیم، فوق العاده راحت تره ورق کاریاش، چون شما با اعداد مشخص سر و کار دارین و میدونین هر قطعه رو دقیقاً کجا قرار بدین تا اون شکل نهاییتون بدون خطا انجام بشه. خب ببینید ما این دو سطح رو با خالجوش زنی به هم دیگه مونتاژ کردیم. الان دوباره من چک میکنم این نقطه اتصالمو، خب زوایاش تقریبا برابره و با شابلونی که بهتون عرض کردم برای انتهای هر قطعه زدن که این شابلون میاد به این صورت میشینه روی کار. این هم یک شابلون تقریبا حالا مستطیل شکله ولی نه مستطیل کامل، یک مقدار لوزیه کار. این هم اوکیه و بعد میریم برای قسمت بعدی.